سلام به همگی. توی این ویدیو میخوام بهتون توضیح بدم که چجوری میتونین از طریق ثبت شرکت یا خرید ملک توی دبی اقامت بگیرید. طبق قوانینی که الان در حال حاضر برای گرفتن اقامت توی دبی هست، از طریق خرید ملک به این شکلی که شما به دو حالت میتونید اقامت بگیرید. ما دو مورد به دو شکل اقامت میتونیم برای شما تهیه بکنیم. یکی حالت 2 ساله هستش و یک مورد حالت 10 ساله یا اقامت طلایی. مورد 2 ساله به این شکلی که شما در واقع ملکی خرید میکنید اگر ارزش ملک از حداقل 750,000 درهم تا زیر 2 میلیون درهم باشه، شما میتونید اقامت 2 ساله روی ملکتون بگیرید. تا زمانی که ملک رو دارین اقامتتون تمدید میشه و حتی اگر اجاره‌اش هم بدید مشکلی ندارید. شرط گرفتن اقامت 2 ساله روی پروژه در حال ساخت به این شکل هستش که اگر شما تا قسط 750,000 درهم پر کرده باشید و پروژه به 40 تا 50% ساخت رسیده باشه، شامل گرفتن اقامت روی پروژه در حال ساخت هستید. پس باید حتما این دو تا شرط رو داشته باشه. برای مورد آماده که اصلا مشکلی نداره، به محض اینکه شما خریدتون رو انجام دادید میتونید اقدام بکنید برای گرفتن اقامت 2 سالتون. مورد 10 ساله به چه شکل هستش؟ اگر شما بخواید روی پروژه در حال ساخت اقامت 10 ساله بگیرین، شرطش این هستش که حتما ارزش ملکتون باید بالای 2 میلیون درهم باشه و توی این موضوع شما باید حتما 24% رو پرداخت بکنید. یعنی 20% که برای قسط هستش و اون 4% هم برای اداره اراضی دبی هست که سند به اسمتون بخوره. پس شما با پرداخت 24% دن ویزای 10 ساله امارات، اقامت 10 ساله امارات هستین و احتیاج به این نداره که حتما درصدی از ساخت برای پروژه در نظر گرفته بشه توی این موضوع. و همین مورد هم برای مورد آماده در واقع قابل انجام هست. شما به محض اینکه ملکتون رو خریداری کردین میتونین اقدام بکنین برای گرفتن اقامت 10 ساله یا اقامت طلایی. هزینه ها کلا متفاوت هستش، یعنی جدا از خرید ملکتون هست. در واقع وقتی شما خرید ملک رو انجام میدید باید یه هزینه جدایی هم باید در نظر بگیرید برای گرفتن اقامت. کسی که خونه به اسمش هستش به عنوان اسپانسر خانواده در نظر گرفته میشه. هزینه برای گرفتن اقامت برای این فرد جداست و برای افراد خانواده هر کدوم تک تک جدا هستش و هزینه‌اش یه مقدار کمتر از هزینه اسپانسر میشه، هم برای اقامت 2 ساله هم برای اقامت 10 ساله به این شکل هست. شرط گرفتن اقامت روی ثبت شرکت هم باز کلا داستان متفاوتی داره. شما باید اول ثبت شرکت انجام بدید، لایسنس شرکتتون رو بگیرید که برای گرفتن لایسنس هزینه جدا باید پرداخت بکنید و اقامتی هم که روی لایسنستون میگیرید هزینه جدایی داره و اقامتی که برای ثبت شرکت در نظر گرفته میشه اقامت 2 ساله هستش که هر 2 سال تمدید میشه. ممنون که با من بودید. تا ویدیو بعدی میبینمتون.